بعد این هم بسیجی های کونی توی اهواز امروز با موتور بیرون اومدن و دارن با موتور دور میزنن، ولی خب خایه ندارن برن یه خیابون خلوتی دور بزنن، چسبیدن در ماشین های مردم اونجا دارن دور میزنن. هموطن عزیزم ماشین ورمی داری قر 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 تو خیابون، الان پهباد اومد زد، فردا میای گریه میکنی و بچه ما رو زدن، ماشین ما رو زدن. یکی اومد گریه کرد، من میگم شما هم دست دارید، مگه شاهزاده نگفت تو خونه بشینید؟ فعلا اینا لابلای مردم هی راه افتادن پشت ماشینای مردم، تو گاز هی میدن این ور اون ور. تو که با ماشین داری هی تو خیابون رفت آمد میکنی، تو همراه اینا هست. اگرم مردی فدای سرم و فدای سر تمام این بچهای کشته شده راه آزادی و فدای سر تمام این ملیگرایان که تو لایو زنده دارن از اینجا از ماهواره نگاه میکنن. ماشین ور ندارید هی راه بیافتید این ور اون ور دیگه. این چه مسخره بازیه؟ هر سری باید بگیم بهتون ماشین ور میدارن میچرخن. بذارید اینا رو که تنها بمونن کف خیابون کتلت کنن بره. باید هر سری ما این رو داد و بیداد سر شما بکنیم. کجا میخوای بری؟ چه کاری تو داری تو مملکت جنگ زده؟ سرگرمی که این ملت ندارن، ماشین سوار میشن میرن اول خیابون میان آخر خیابون. اینجا سرگرمی ملت. بابا اینجا تو اینجا مردم برای سرگرمی پیاده راه میرن، پیاده روی میکنن، ماشین از خونه بیرون نمیبرن، پیاده راه میرن تو پارک میرن این ور میرن اون ور. ملت ایران هم سرگرمیش اینه ماشین سوار بشه بره هی بالا هی بیاد پایین، بالا پایین. این سرگرمی ملت، هم خیابون رو شلوغ کنه هم آلوده کنه. نه یا تو خیابون دیگه فردا کتلت میشید همراه اینا، بعد میاد گریه میکنیم ما هم کتلت شدیم. اینا رو الان یه پهباد آماده است بزنه، ماشین میاد لابلای اینا کار من میگم بزنن دیگه. من دیگه تا حالا چیز کردم میگم هر کی بود و نبود و بزنید بره. شوخی داریم مگه باهاتون؟ ماشین هی ماشین از اول خیابون یه ماشین قرازه پراید و نمیدونم تیبا و میبا و اینا چیه؟ یه فرقون، اینا یه فرقون موتوردار هست، یه فرقون موتور گذاشتن روش، هی میره از اول میاد بالا میاد پایین. خوشحالم هستن که دلم خوش است که کبوتر حرمم یه ماشین قرازه راه میندازن مثل هندوستان. خجالت بکشید دیگه.